فکت‌های علمی شگفت‌انگیز پارت اول. دانشمندان راهی برای شارژ کردن موبایل توسط ادرار کشف کردند. دانشمندان چینی تونستن که با ادرار دندون درست کنن. دانشمندا میتونن از کره بادون زمینی الماس درست کنن. هر روزه 41 گونه جدید توسط دانشمندان کشف میشه. زمین لرزه ها آبهای زیرزمینی رو به طلا تبدیل میکنه. فقط 6 دقیقه طول میکشه تا سلول های مغز به الکل واکنش نشون بده. اگه بتونیم یک کاغذ رو 50 بار تا بزنیم، ضخامت اون از فاصله زمین تا خورشید بیشتر میشه. در حالت عادی یک کاغذ رو بیشتر از 7 بار نمیتونیم تا بزنیم. زنبورها را میتوان برای شناسایی بمب‌ها آموزش داد. دانشمندا کشف کردن که چجوری یک تخم مرغ پخته رو دوباره نپخته کنن. و در آخر 50% دی ان ای انسان با موز مشترکه. ممنون از نگاه زیباتون. ماورا فکت.